کوک دو سول برای هنگام و فا هم برای بم. سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. با توجه به اینکه ما در این کوک نسبت به کوک دو سول دو فا سیم رو سول کوک کردیم به جای دو، میتونیم بگیم که همون شور سول به راحتی قابل اجراست. در اصل دستگاه هایی که نوت فا و سول درشون اهمیت داره میتونه با این کوک زیبا جلوه کنه. پس شور سول فضای خوبی داره. در شور سول طبیعتاً ما دشتی ره رو داریم و کرد ره هم باز در این کوک قشنگ میشه. همچنین ابعادهای لاکورون برای ترک سی بمول هم قشنگ میشه. چرا که سول و فا هر دو با برای ترک سی بمول مأنوس هستند. همچنین افشاری دو میتونه زیبا باشه. افشاری فا هم با توجه به اهمیت نوت فا قشنگ هست. از سگاه ها سگاه لاکورون با توجه که فا سول کوک کردیم میتونه نوتای ترتیب فا سول لاکورون رو برای ما بسازه. مخالفش هم قشنگ میشه. فا باز تقویتش میکنه مخالفم. از همایون ها میتونیم همایون لاکورون هم در این کوک بزنیم. چه همایون جدید چه همایون قدیم با توجه به اینکه همایون جدید روی فا ایست میکنه و همایون جدید روی سول ایست میکنه، هر دو رو ما در سیمای واخونمون داریم. دستگاه نوا میتونه نوای دو در این کوک اجرا بشه. البته نوای فا باز خوش صداتر خواهد بود به خاطر اینکه فا رو ما در بالا داریم.
بیات اصفهان فا زیبا خواهد بود. نوت سل هم که به عنوان نوت بیات راجع اصفهان هست، در هنگامات داریمش. میشه گفت چهارگاه اونچنان در این کوک زیبا نمیشه، چون اگر بگیم چهارگاه فا میخوایم بزنیم، سل کرون داریم که با این سل مانوس نیست، با سل دستبازمون هم مانوس طبیعتا نیست. همچنین اگر بخوایم چهارگاه دو بزنیم، هرچند باز بیشترین هماهنگی رو با همین کوک داره ولی خیلی صدا نیست. بعدم که بخوایم بریم به حصار این چهارگاه، با توجه که فا دیز داریم، با فای بممون هماهنگ نخواهد بود. ماهور فا در این کوک قابل اجراست. راست پنجگاه هم که شاهدش سل هست و ایستش روی فا قرار میگیره، با توجه به فا و سل بم و هنگام میتونه جالب باشه.